حبیب در نیک‌اندیشی جناب محمد رضا پهلوی به عنوان یک انسان هیچ شکی ندارم، اما متاسفانه پایه‌گذار حکومت ایشان نیز دول غربی بوده و منشأ قدرت حکومتشان اعتقاد و باور مردمش مان نبود. حکومتی که دول غربی امثال مصدق و مشروط خواهان را برایش کنار زند، مشخص است که ماندگاریش نیز دست خود نبوده و باید وظیفه تأمین منافع همان دولت‌ها را در منطقه به عهده گیرد. ایشان نیز همانند پدر به محض تلاش جهت آزادی از زیر یوب این دولت‌ها توسط دولت فخیمه انگلیس و BBC ها و همچنین با مشارکت دیگر دولت‌های غربی همچون فرانسه و آمریکا، این دفعه نه با توپ و تانک بلکه به وسیله مردم جاهل خود و طی انقلاب 57 به زیر کشیده شد. در مجموع ایران کنونی بیشتر زیرساخت‌های اساسی امروزی خود را مرهون تلاش‌های این دو بزرگوار بوده و نحوه اداره حکومت 46 ساله کنونی حقانیت و نیک‌اندیشی ایشان را به خوبی به مردم ناآگاه انقلاب 57 نشان داد. ای کاش مردم ما آگاهی سیاسی اجتماعی بیشتری داشته و این دو بزرگوار با توجه به ماهیت خطرناک سلطنت به خصوص در جامعه دیکتاتورپرور همچون ایران و رئیس جمهورها یا سلاطین مشروطه این مملکت بودند. شاید با انجام اصلاحات سیاسی و آگاهی رسانی به موقع‌تر در نهایت آن سلطنت به فاجعه 57 و توطئه سیاه و سرخ آن روزها ختم نمی‌شد.